تا حالا شده یه شب بد بخوابین یا کم بخوابین و صبح که از خواب بیدار بشین ببینین که صورتتون رو زیر چشماتون ورم کرده باشه، خسته و بی‌حوصله باشین یا حتی تمرکز نداشته باشین؟ یا تا حالا دقت کردین یه سری از آدما به عنوان روتین صبحشون از گواشا، جید رولر، صفحات لرزشی یا حتی قرص خشک استفاده میکنن؟ یکی از دلایل همه اینها میتونه سیستم لنفاوی بدنمون باشه. سلام، من الهامم. به یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قرار ببینیم که سیستم لنفاوی چیه، کجا قرار گرفته، چه کاری انجام میده، چه ارتباطی با مغز و سلامت کلی بدنمون داره و با چه حرکات ساده ای ما میتونیم جریان لنف رو توی بدنمون فعال‌تر بکنیم. همراه من باشید. سیستم لنفاوی در کنار سیستم گردش خون کار میکنه. اما چجوری؟ قلب ما به عنوان عضوی از دستگاه گردش خون وظیفه داره که خون دارای اکسیژن و مواد مغذی رو به همه بافت‌های بدنمون برسونه و به تبع خون بدون اکسیژن رو به قلب و ریه‌هامون برگردونه. وقتی که حالا این خون دارای اکسیژن و ماده مغذی از طریق مویرگ‌ها وارد بافت‌ها میشن که این بافت میتونه هر کجای بدنمون باشه، میتونه مغز باشه، عضله باشه، کبد باشه. سلول از این مواد استفاده میکنه و در نهایت هم یه سری مواد زائد تولید میکنه، مثل کربن دی اکسید، آمونیاک و یه سری از متابولیت ها. خب سلول های ما نمیتونن این مواد زائد توی خودشون نگه دارن، به خاطر همین وارد یه فضایی میکنن به نام فضای بین سلولی. اما سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که حالا این مواد زائد و مایعات اضافی چجوری خارج میشن؟ یه بخشی از این مواد از طریق مویرگ‌هایی که به وریدها میرسن خارج میشن و بخش دومش از طریق رگ‌های لنفاوی خارج میشن و در نهایت هم به جریان خون برمیگردن که یکی از نقش‌های خیلی مهم سیستم لنفاوی اصلا همینه. چون اگه این مواد زائد و حالا مایعات در فضای بین سلولی بمونن و خارج نشن، میتونن یه محلی باشن که باکتری‌ها رشد پیدا میکنن و در نهایت هم میتونه التهاب رو به وجود بیاره. اگه این اتفاق توی مغزمون بیفته میتونه باعث مه مغزی یا برین فاگ، کاهش تمرکز، کندی ذهن، یه حالتی بین خواب و بیداری و گیجی بشه. نقش دوم سیستم لنفاوی توی ایمنی بدنمونه. سیستم لنفاوی یه قسمت‌هایی داره بهش میگن گره‌های لنفاوی که زیر فکمون، پشت گوشمون، زیر بغلمون و کشاله رانمون قرار گرفته. احتمالاً دیدین که توی تیک تاک یا اینستاگرام یه سری از آدما به عنوان روتین صبحشون میان این قسمت‌ها رو ماساژ میدن. اما باید بگم که اینجا محلیه که بدن بررسی میکنه اون مایع لنفی که حالا داره از قسمت‌های دیگه به جریان خون به سمت قلبمون میاد، آیا توش ویروسی، باکتری، چیزی وجود داره یا نه که بخواد ایمنی رو فعال بکنه. حالا با توجه به این چیزی که گفتم، به نظرتون ماساژ دادن این قسمت ها کار درستیه؟ سیستم لنفاوی کجا قرار گرفته؟ از نوک انگشتان پا تا مغزمون با رگ‌های لنفاوی پوشیده شدن. هر سلول و بافتی که به خون، اکسیژن و مواد مغذی احتیاج داشته باشه، در نتیجه مصرف کردن اینها یه سری مواد زائد تولید میکنه که خب احتیاج داره یه سیستم دیگه‌ای وجود داشته باشه که اینو ازش بگیره. به خاطر همین رگ‌های لنفاوی توی سراسر بدنمون پخش شدن. اما گره‌های لنفاوی چطور؟ همونجور که گفتم، پشت گوشمون، زیر فکمون، زیر بغل‌هامون، کشاله رانمون گره‌های لنفاوی وجود داره. حالا این مایعی که توی سیستم لنفاویمون در گردشه و ما بهش لنف میگیم چجوری به حرکت در میاد؟ برخلاف دستگاه گردش خونمون که قلب با پمپاژ کردن خون رو به همه جا میفرسته، همچین نیروی محرکه‌ای برای سیستم لنفاوی وجود نداره. از طرف دیگه باید با نیروی گرانش زمین هم بجنگه، مخصوصا توی پاهامون. اما خب چجوری این کار رو انجام میده؟ چجوری لنف از پاهامون به سمت قلب و قسمت مرکزی بدنمون حرکت میکنه؟ جوابش خیلی جالبه. حرکت بدن ما به عنوان نیرو محرکه لنف عمل میکنه. یعنی وقتی که ما پیاده روی میکنیم، از روی صندلی بلند میشیم، ورزش میکنیم، همه اینها کمک میکنه که لنف توی بدنمون به گردش در بیاد. ما چجوری میتونیم به حرکت لنف توی بدنمون کمک بکنیم؟ 7 روش وجود داره. ساده ترین کاری که میتونیم انجام بدیم این که تحرک روزانه داشته باشیم و بهترینش هم پیاده رویه. فرقی نمیکنه 3000 قدم، 7000 قدم یا 10000 قدم باشه و کاملا بستگی به سبک زندگیتون داره. که قبلا در مورد پیاده روی 2 ویدیو ساختم که لینکش رو اینجا براتون میذارم.
مورد دوم تمرینات هوازی مثل دویدن و دوچرخه سواری و همچنین تمرینات هیت هستن، اما هیچ کدوم از اینها بازم جای تحرک روزانه رو نمیگیرن. مورد سوم تکون دادن بدنمونه. مورد چهارم پریدن روی ترامپولینه. مورد پنجم تنفس دیافراگمیه که در ادامه توضیح میدم چجوری باید انجامش بدین. مورد پنجم شنا کردنه که بازم یکی از بهترین روش هاست برای اینکه بتونیم به حرکت لنف توی بدنمون کمک بکنیم. و مورد آخر هم ماساژ لنفاویه. چجوری تنفس دیافراگمی انجام بدیم؟ توی شکممون یه قسمت کیسه شکلی وجود داره که پر از لنفه. ما وقتی که دم عمیق شکمی انجام میدیم، یعنی زمانی که به جای اینکه ریه هامون پر بشه شکممون یک خورده میاد جلو، اون موقع فشار داخل شکممون تغییر پیدا میکنه و همین باعث میشه که لنف به سمت بالا حرکت بکنه. فقط کافیه که صبح و ظهر و شب 2 تا 3 تا دم عمیق شکمی انجام بدین. این خیلی میتونه به گردش لنف توی بدنتون کمک بکنه. ماساژهای لنفاوی برخلاف ماساژهای عمقی خیلی آروم و سطحی هستند. در همین حدن که شما روی پوستتون این کار رو انجام بدین، در حد تپ تپ کردنن و بیشتر هدفشون اینه که بیان پوست رو روی بافت زیرینش به حرکت در بیاره. اگه فشار بخواد خیلی عمقی باشه میتونه به مویرگ‌هامون آسیب وارد بکنه. دلیلش هم اینه که مویرگ‌هایی که زیر پوستمون قرار گرفتن خیلی ظریفن، ضخامتشون اندازه یه سلوله. اگه فشار بخواد خیلی عمقی باشه میتونه بهشون آسیب بزنه، لهشون بکنه یا حتی پارهشون بکنه. به خاطر همین وقتی هم که دارین از گواشا یا جید رولر استفاده میکنین حواستون باشه که فشاری که ایجاد میکنین خیلی زیاد نباشه. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما هیچ موقع نباید گره های لنفاویمون رو به صورت مستقیم فشار بدیم. گره های لنفاوی همونایی بودن که پشت گوش و زیر فک و زیر بغل بودن. چرا نباید این کار رو انجام بدیم؟ برای اینکه همونجور که گفتم محلیه که بدن در حال مبارزه است با عوامل بیماریزایی و عفونت‌های احتمالی و ماساژ دادن ما نه تنها کمکی نمی‌کنه بلکه میتونه خطرناک باشه. پس لازمه که بررسی و فشار دادن و ماساژ دادن این قسمت‌ها رو به درمانگرای حرفه‌ای واگذار کنیم و خودمون انجامش ندیم. وقتی از ماساژ لنفاوی حرف میزنیم منظورمون ماساژ رگ‌های لنفاویه، نه گره‌های لنفاوی. یه ناحیه دیگه‌ای هم هست توی ماساژ لنفاوی خیلی اهمیت داره. اونم ترقوه هامونه. در واقع میتونیم بگیم که قسمت پایانی سیستم لنفاوی اینجاه. 2 تا مجرا وجود داره، یکی سمت راست و یکی سمت چپ که در نهایت مایع لنف اینها برمیگرده به خونمون و برای ماساژ دادن این قسمت بهتره که همون فشار آروم در حد تپ تپ این شکلی باشه، نه بیشتر. اما ماساژ رو باید از کدوم قسمت شروع بکنیم؟ بین متخصصین اختلاف نظر وجود داره که از بالا یا از پایین باید ماساژ شروع بشه. اما چند تا نکته وجود داره که توی همه ماساژها باید در نظر گرفته بشه که خیلی هم مهم هستن. اولش اینه که فشار خیلی زیاد وارد نکنید هنگام ماساژ دادن. دومیش اینه که توی هر روشی ناحیه ترقوه و ناحیه شکمی رو حتما در نظر بگیرید. سومیش اینه که برای دست‌ها و پاها از قسمت خارجی به سمت داخل بدن حرکت بکنید، یعنی از سمت انگشتان به سمت تنه. و چهارمیش که از همه مهمتره، هیچ موقع گره‌های لنفاوی رو دستکاری نکنید، بهشون فشار وارد نکنید. تا حالا دقت کردین وقتی یه شب کم میخوابین یا بد میخوابین چقدر روی چهره‌تون، تمرکزتون و خلق و خوتون تاثیر میذاره؟ علتش چیه؟ توی خواب چه اتفاقی میفته که اینقدر روی ما اثر میذاره؟ در واقع تخلیه مواد زائد مغز توسط سیستم لنفاوی مغز در طول خواب انجام میشه و وقتی که ما کم میخوابیم یا بد میخوابیم این اتفاق اصلا نمیفته. اما ما چجوری میتونیم به تخلیه لنفاوی مغز در طول خواب کمک بکنیم؟ مهمترینش وضعیت بدنمونه. از بین 3 تا وضعیت به روی شکم، به پشت و به پهلو بهترین وضعیت برای تخلیه لنفاوی مغزمونه. دومیش اینه که پاهامون رو یه ذره بالاتر از سطح بدنمون قرار بدیم، 5 تا 10 درجه. و سومیش
اینه که سرمون هم سطح بدنمون نباشه، یه بالشی رو انتخاب بکنیم که سرمون یه خورده بالاتر باشه. این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی پف صورتمون، پف چشمامون. مصرف الکل تاثیر منفی روی تخلیه سیستم لنفاوی مغزمون داره. محیط خواب خنک تاثیر مثبت داره، میتونه خوابمون رو بهتر بکنه و این تخلیه بهتر انجام بشه. و در نهایت هم ورزش‌های هوازی اگه خیلی دیر انجام نشن میتونن به بهبود تخلیه سیستم لنفاوی مغز کمک بکنن. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب و شیر کردنتون از کانالم حمایت بکنین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.